پای کولر پای بلند تاشو تولیدی مجموعه 4 پایچی. این پای کولر برای فضاهای پشت بامی و بالکنی طراحی ساخته میشه. برای جاهایی که ارتفاع نسبی کولر بالاست از ارتفاع 80 سانت تا 120 سانت تولید میشه. برای حمل به پشت بام به راحتی قابل حمله چون قطعاتش باز میشه و به راحتی هم توسط 16 تا پیچ در کمتر از 5 دقیقه میتونید پای کولر رو مونتاژ کنید. دست رنگ خاکستری، مشکی و به صورت سفارشی به رنگ آبی هم براتون ساخته و رنگ‌آمیزی میشه. نحوه نصب مونتاژ این پایه به راحتی مشابه پای کولرهای چرخدار مجموعه‌مونه که از 4 تا پایه که ارتفاعش رو میتونید داخل سفارش بدید. قسمت کلاف پایینی پای کولر و قسمت کلاف نفشی، 4 عدد پایه ریگاژی و پیچ و مهره و آتایی که همراه محصول در بسته‌بندی قرار داره. طریق نصب به راحتی شما میتونید پایه‌ای که قرار دارن رو توسط 4 تا پیچ داخل مهره‌ها ست کنید. خب بعد از اینکه 4 تا پایه عمودی پای کولر رو به وسیله پیچا صفر کردیم، نصبشون کردیم، میریم سراغ قسمت کمربند پایینی پای کولر. فقط نکته‌ای که هست که مقدار پیچا رو تا انتها صفر نکنید که پای کولر یه مقدار حرکت افقی داشته باشه که توی قسمت بالا که می‌خوایم مونتاژ کنیم با مشکل برنخوریم. یکی از پایه‌های ریگاژی پایه رو برمی‌داریم، کلاف‌ها رو به صورتی که این قسمت قوطی که داخل تسمه پایین جوش خورده رو سوراخش بر روی سوراخ یکی از پایه‌ها قرار میدیم. همچنین سمت مجاورش رو هم قرار میدیم و پایه ریگاژی رو که مهره تثبیت روش بسته شده یه مقدار مهره رو باز می‌کنیم و پایه تثبیت رو به راحتی داخل پایه ست کنیم. بعد از اینکه این کارو انجام دادیم، کلاف بعدی رو برمی‌داریم و به همین ترتیب سوراخ‌های دو تا کلاف یکی می‌کنیم. پایه ریگاژی مهره تثبیت رو یه مقدار باز می‌کنیم از روی پایه به سمت پایین و داخل پایه اون رو ست کنیم. و به همین ترتیب کلاف آخری رو هم به همین شکل بر روی پایه قرار میدیم. مهره تثبیت رو یه مقدار شل می‌کنیم. و اون رو هم صفر کنیم. و کلاف آخری هم همیشه. فقط توجه کنید که حتما پیچا که پایین برای پایه‌ها صفر کردن یک مقدار خلاصی داشته باشن که پایه‌ها به راحتی جا برن. اگر پیچا تا صفر کنید توی صفر کردن قسمت پایین با مشکل برمی‌خورید. یه مقدار که پایه‌ها رو صفر کردیم، یک مقدار مهره تثبیت رو هم صفر کنید تا کاملا دو تا ورق روی هم بچسبن. بقیه پایه‌ها هم به همین صورت. یک مقدار پایه رو صفر کنیم و مهره تثبیت رو هم فیکس کنیم. بعد از اینکه کلاف کامل شد، کلاف رو برعکسش کنیم. در انتها بعد از اینکه کلافمون کامل شد، پیچ‌های بالا رو که یک مقدار شل گذاشته بودیم و به طور کامل صفر می‌کنیم. بعد از اینکه پیچ‌های بالا رو هم صفر کردیم، نوبت به پیچ‌های تثبیت پایین میرسه. مهره‌های تثبیتی که در زیر پایه قرار داده شدن رو کاملا صفر کنید تا کلاف کاملا دو تا کلاف پایین رو محکم کنید. در محلا که یه مقدار کف پشت بام شیب داره، شما میتونید پیچ ریگلاژ زیر پایه رو یک مقدار باز کنید تا کاملا پای کولرتون روی محیط پشت بام یا بالکن کاملا فیکس بشه. الان زیر این یه مقدار خالیه که شما به راحتی میتونید با باز کردن پایه و باز کردن مهره تثبیت اون رو روی محیط پشت بام فیکس کنید. میتونید با استفاده از آچار 19 یا آچار فرانسه این پایه‌ها رو صفر کنید. بعد از اتمام مونتاژ میتونید کولر رو به راحتی روی پایه قرار بدید.